روز ششم دکبر سال 2022 بر اثر سوختار در یک خانه بام و دیوارش چوبین در نویه بگوای ولایت رستوف روسیه دو کودک خردسال یک عائله مهاجر توجیک دخترچه 2 ساله و پسرچه 5 ساله جان باختند. بنا به اطلاع نشریه محلی دونده، در آن روز نصف پدر و مادر این دو کودک غورمرگ که پدرشون 33 سال و مادرشون 27 سال داشتند، کودکان خود را در خانه تنها گذاشته برای درست کردن حجت‌هایشان به مرکز مهاجران رفتند. آنها تازه از تاجیکستان آمده این خانه چوبین را در کوچه دنسکای به اجاره گرفته بودند و خود را در اداره مهاجرت ثبت نام کرده اکنون از پی گرفتن پتنت و جستجوی کار بودند. نیمه دوم روز ششم دکبر تقریبا ساعت 16 خانه آنها ناگهان در گرفته است. کودکان عاجز که در خانه تنها مانده بودند در آتش نابود شدند. بنا به اطلاع اداره MCS ولایت رستوف، سوختار ابتدا در یک اجرا در خانه رقم 8 در کوچه دنسکای به عمل آمده در بین چندین دقیقه تمام بنا را فرا گرفته است. همسایه ها علنگه دود و آتش را دیده به اداره سوختار نشانی خبر دادند. به جای حادثه 24 سوختار نشان را با ماشین فرستادند تا آمدن آنها این خانه الکی پره به کام آتش رفته بام و دیوارش چپه شده بود و آتش الکی به آشخانه گذشته بود. در رابطه با این حادثه با اتهام از بی احتیاطی به هلاکت رسانیدن 2 نفر پرونده جنایتی گشودند. به پدر و مادر غمزده بر اساس قسم 3 ماده 109 کودکس جنایتی روسیه تا 4 سال زندان تهدید میکند. تنها در 2 هفته جاری در روسیه دست کم 4 طفل تاجیک جان باختند. از این پیش درباره از بیماری زکام ففتیدن 2 طفل تاجیک در شهر سنت پترزبورگ گزارش شده بود.